نهادی دست خود در دست شیطان، رهایش کن به خیرالمرسلین ده، رهایش کن به خیرالمرسلین ده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. السلام علیکم برادران مسلمانی تاجیک زبان. خطاب و مراجعت من تنها به برادری یاوانی و کلابی نیست، بلکه خطاب و مراجعت من به هر یک نفری است که در این فتنه بزرگ سهم دارند و با کامنتری نویسی یا نوارهای تحقیرآمیز خود آتش این فتنه را شعله‌ور کرده اند. این فتنه چند روز شد که در سامانه‌های اینترنتی توجه همه را به خود جلب کرده نگرانی مردم تاجیک را به بار آورده است. یک نوار سبب شده است که حسیات محلگرایی و ملتچگی در وجود مسلمانان ما بیدار شده است و در نتیجه دیده ایستاده ایم که از جانب بعضی برادران نوارهای جوابی پهن شده ایستاده است که در آن تمام نوع دشنام و حقارت‌های فحش به گوش می رسد. اگرچه همان برادری یاوانی بخشش هم پرسیده باشد، ولی باز هم نفرانی هستند که نوارهای جوابی ثبت کرده با نام جواب کلابی به یاوانی، جواب از غرم به یاوانی، جوابی شوخی های یاوانی و غیره در شبکه های اینترنتی پهن می کنند که در آن نوارها فقط بد اخلاقی و بی‌ادبی خود را آشکار کرده اند. با السلام علیکم کلام خود را آغاز می کنند و با دشنام و حقارت های فحش ختم می کنند. ما تاجیکان یک دفعه با همین ملتچگی و محلگرایی خود یک جنگ خانمانسوز را از سر گذراندیم که در آن هزاران نفر کشته شدند، ولی باز هم متاسفانه این برای ما درس عبرت نشد. حالا هم کلابی و غرمی، یاوانی و بدخشانی می گوییم. سبحان الله، این چه مسلمانی است؟ در بین شرح نویسان این نوارها، یعنی شخصانی که بر این گونه نوارها کامنتری می نویسند، نیز هیچ ادب و اخلاقی وجود ندارد غیر از سخنان فحش و ناروا و تحقیر و توهین. چیزی دیده نمی شود که این دلالت بر بی‌ادبی و بد اخلاقی خود آنها می کند. در بین همه آن نوارها، یعنی نوارهای جوابی، متاسفانه یک نواری هم به چشم نمی رسد که با پند و اندرزی نیکو آتش این فتنه را خاموش کند. همه اینها را پیش نظر کرده خواستم یک نواری ثبت نمایم که در آن برای همه این برادران پندی باشد، هم برای شخصانی که نوارهای جوابی ثبت کرده پهن می کنند و هم برای کامنتری نویسان و البته هم برای همین برادر یاوانی و کلابی. مقصد ما جانبداری کردن از یک طرف نیست، بلکه مقصد ما طبق فرموده خداوند و پیامبر صلی الله علیه و سلم خیرخواهی و نصیحت برای همه این برادران است که شاید آنها به اشتباه خود آگاه شوند و خود را اصلاح نمایند. این نوارها شامل چند گناه بزرگی هستند که متاسفانه گناه بودنش را کسی احساس نمی کند و ان شاء الله هر یکی را به طور خلاصه و مختصر بیان خواهیم کرد. از همه گناه بزرگترین و خطرناکترین که در این نوارها دیده می شود سخنان کفرآمیز گفتن و مسخره کردن بر آیات خداوند است که خداوند در شأن منافقان که پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحابش را مسخره کردند در آیاتهای 65 و 66 سوره توبه می فرماید: استعیذ بالله ولئن سألتهم لیقولن انما كنا نخوض و نلعب قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. یعنی ای پیامبر، اگر از آنها بپرسی چرا چنین کرده اید، گویند ما حرف می زدیم، شوخی و بازی می کردیم. بگو آیا خدا و آیات او و پیامبرش را مسخره می کردید؟ عذر نیاورید براستی که شما پس از ایمان آوردنتان کافر شده اید. صدق الله العظیم. در نوار برادری یاوانی که میگوید
از سال 91 تا حال یگان کلابی به هیچ نآمده است؟ در این سخنان مسخره کردن بر آیات خداوند است. اما در نوار برادر کلابی که در جواب یاوانی میگوید من تو را در همون جنت و دوزخ هم فلان میکنم، در این نوار هم تحقیر بر آیات خداوند و هم کلمات کفرآمیز به زبان گرفتن است. من مفتی نیستم و بر کسی فتوای کفر صادر نمی کنم. من نمی گویم که برادر یاوانی یا برادر کلابی کافر شد، بلکه من کمترین تحقیر و اهانت بر این برادران را روا نمی دانم. ولی تنها همین را گفتنی هستم که انسانی که بر آیات خداوند مسخره می کند یا تحقیر می کند طبق اصول شریعت از دایره اسلام خارج می شود. باید چنین انسان از سر نو کلمه ایمانش را عرضه نماید و از آن جهتی که به سبب خارج شدن از اسلام در بین زن و شوهر جدایی می شود، یعنی نکاح بریده می شود، باید نکاح با زنش را از سر نو تجدید نماید. در انسان حالتهایی است که انسان از دایره اسلام خارج می شود ولی خودش هم آگاه نمی شود. اگر از آنها بپرسی که چرا چنین گفتی، می گوید شوخی کردم. سبحان الله، در این آیت نیز خداوند متعال می فرماید که وقتی از منافقان بپرسی که چرا چنین گفتید، می گویند ما به طور هزل و شوخی چنین گفتیم. ولی خداوند در جواب آنها می فرماید که در حقیقت کافر شدید بعد از ایمان آوردنتان. برادران عزیز، به هر چیزی که مسخره و شوخی کردید، هرگز به آیات خداوند و مقدسات اسلامی مسخره و شوخی نکنید که از دایره اسلام خارج می شوید ولی خودتان آگاه نمی شوید. دوم گناه بزرگی که در این نوارها دیده می شود مسخره کردن دیگران است که این را خداوند در قرآن عظیم الشأن با آیات صریح منع کرده است. استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید، گروهی از مردان گروهی دیگر را مسخره نکند، شاید آنان یعنی مسخره شدگان از اینها بهتر باشند. صدق الله العظیم. با شنیدن این آیه در سلف صالحین چنان حالی پدید می آمد که عمرو ابن شرحبیل فرموده است که اگر کسی را ببینم که پیستان گوسفندی را به دهن گرفته و آن را میمکد و از آن خنده هم بیاید، می ترسم که شاید مستحق توبیخ این آیه باشم. سوم گناه بزرگی که در این نوارها دیده می شود آزار دادن فرد مسلمان است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، رواه البخاری و مسلم. یعنی مسلمان واقعی شخصی است که دیگر مسلمان ها از دست و زبانش آزار نیابند. پس این شخصی که در شبکه های اجتماعی با دست و زبان دیگران را آزار می دهی، حالا هم خود را مسلمان واقعی می شماری؟ آیا در کامنتری ها سخنان فحش نوشتن یا سخنان فحش گفته ثبت کردن آزار دادن با دست و زبان نیست؟ پناه بر خدا. چهارم گناه بزرگی که در این نوارها دیده می شود غیبت کردن فرد مسلمان است که خداوند در آیت 12 سوره حجرات آن را با الفاظ صریح منع کرده، گناه آن را در برابر خوردن گوشت انسان قرار داده است. استعیذ بالله ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. یعنی شما یکدیگر را غیبت نکنید. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادرش را در حالی که مرده است بخورد؟ پس البته آن را ناپسند دارید و از خدا بترسید. بیگمان خداوند توبه پذیر و مهربان است. پنجم گناه بزرگی که در این نوارها دیده می شود ریزاندن آبروی مسلمان است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آن را در برابر خون مسلمان قرار داده است.
در روایت بخاری آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده اند فإن الله حرم علیکم دماءکم و اموالکم و اعراضکم الا بحقه، یعنی خداوند بر شما خونها و مالها و آبرویتان را حرام گردانده است مگر به حق. در اینجا خداوند آبروی مسلمان را در برابر خونش قرار داده است که اگر کسی را آبرویش را ریزاندی گویا خونش را ریزاندی و گناه ریزاندن خون مسلمان را مرتکب می شوی. ششم گناهی که در این نوارها دیده می شود تکبری است که خداوند متکبران را دوست نمی دارد. خداوند در آیت 23 سوره نحل می فرماید انه لا یحب المستکبرین، یعنی خداوند متکبران را دوست نمی دارد. و ده ها آیات و احادیث دیگری نیز هستند که متکبران را سرزنش می کند. برادر عزیز، وقتی دیگری را تحقیر می کنی تکبری نیست؟ وقتی دیگری را تحقیر می کنی گویا تو خود را از او بهتر می دانی. تکبری نیز همین است که خود را از دیگران بهتر بدانی. هفتم گناه بزرگی که در این نوارها دیده می شود برانگیختن فتنه و حس بدبینی نسبت به دیگر مسلمانان است که خداوند در آیت 191 سوره بقره فتنه را بدتر از قتل و کشتار قرار داده است. استعیذ بالله والفتنه اشد من القتل، یعنی فتنه از قتل و کشتار هم بدتر است. صدق الله العظیم. برادر عزیز، وقتی نوار ثبت کرده پهن کردی یا در کامنتری سخنی نوشتی که به سبب آن مسلمانان با همدیگر بدبین شدند، آیا این فتنه نیست؟ برای همه آن نفرانی که در همین فتنه که عاقبت خوب ندارد سهم گرفته‌اند و با نوشتن کامنتری های دشنام و حقارت های فحش یا ثبت کردن نوارهای تحقیرآمیز آتش این فتنه را شعله‌ور کرده اند، سوال است که آیا باری هم فکر کرده اید که روزی در پیشگاه خداوند از این کردار ناپسند خود پرسیده می شوید؟ اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم به مثل شما جوان بودند، ولی آنها با بهترین اخلاق و کردار خود برای نسل‌های بعدی تا روز قیامت بهترین نمونه عبرت گذاشتند که در نتیجه خداوند آنها را از بالای 7 آسمان تعریف کرده فرمود استعیذ بالله اشداء علی الکفار رحماء بینهم، یعنی آنها اصحاب پیامبر بر کافران بسیار سختگیر و در بین خود با همدیگر بسیار مهربان هستند. پس شما برای نسل‌های بعدی چه چیز را نمونه عبرت گذاشتید؟ همین دشنام و حقارتگویی را؟ همین بدبینی نسبت همدیگر را؟ سبحان الله، این چه مسلمانی است؟ شما به کجا رفته ایستاده اید؟ کدام راه را اختیار کرده اید؟ پناه بر خدا. برادران عزیز، بیایید همه این بداخلاقی ها را یکسو بگذاریم، یاوانی و کلابی گفتن را یکسو بمانیم، یکدیگر را به خاطر الله دوست داریم و یک مسلمان واقعی باشیم، نه مسلمان زبانی، تا خداوند ما را دوست بدارد و در روز قیامت سرفراز و سربلند باشیم و کامیاب و رستگار شویم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علی من اتبع الهدى. جان من فدای حرف پیغمبرم، اسلام ما دین برترست، پیغمبرش بهترین عالم است. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی